مردمی دنیا معرفی کنیم که مردمی ما دارای فرهنگ و مدنیت بلند بودند. عشقهای من همچون قطره‌های باران است. می‌بینی که بهار بهار فقط با شکار بالای صحنه میبره. کسی که درش عشق نداره، محبت نداره تو پس پرده خواه یا غم داره یا درد داره. کسی که غم میکنه حضرت بزرگوار کتاب بزرگ برارنه غمگین مشو. پس ما غمگین باید نشویم. امروز بهار است. بیدار شوی فصل زنده دلی ها. عشقهای من گر محبت دور سازی از پدر دانستم و چون درختی زفران ببار گردی عاقبت همین پاسپورتی هست که زحمت تلاش هایی که من شخصا بنده کشیدگی با هم گروه کاری از جانب اکسپرتا یعنی که کارشناسان بین المللی دادگی که سرخواساری اینا وادی سرخواسار مجموعه مذکور به هفتگانه مجموعه های نادر جمهوری تاجیکستان یعنی که در تاجیکستان 7 گنجینه است 7 گنجینه سرخواسار انا پاسپورتش در همین اسرخانه ما آورده توفه کردگی بودم زحمت‌های بی‌واسطه که من خودم تعریف نمیکنم خودم نکی انا پاسپورت انا میگه که سرخواسار این فقط یک منطقه زیبای طبیعی نه این منطقه تاریخی و کهن است روزهای نزدیک در گازت آسیا پیلوس برآمد انا موضوعی که در اینجا علما گفتگو کردن بازیافت‌هایی که یافتن این بازیافت‌های نادرترین در آسیای میانه به غرض از سرخواسار در یگام جا نیست یک تایی یافتگیان در شهر چرچیک ازبکستان نه که او هم دقیق نیست یگانه دقیق از دوره هیتالیون یعنی که دوره یک دولت بزرگ هیتالیون بود یگانه نشانش در دهه شهیدان سرخواسار است پس معنای چی را دارد یعنی که دارای تمدن و فرهنگ قدیمه و دارای طبیعت خیلی هم زیبا از خدای متعال در روز عید قربان خواهان او را دارند که همین طبیعت و مردم این سرزمین همه وقت سربلند و خانه آباد باشند و همین طبیعت ما را کسی با چشم بد نگاه میکند و میخواد خار زار کند خدا او را زار کند برای تاریخ تمدن همین سرزمین و برای طبیعت زیبای همین سرزمین همه ما و شما باید که کمر همت بسته در بین برای انمی فعالان جماعت سرخواسار در همبستگی کار و فعالیت کنیم که تا اینکه وطن زیبا و آباد گردن تشکر با دقتتون من شخصیت بی‌نظیر شخصیت ناتکرار و شخصیت محبوب دلها و شخصیتی که از کینه و عداوت عموما دور بودن بهترین شخصیت فداکار در ناحیه بلوچستان به حساب می‌رفتند روحشون شاد باشد خانه آخرتشون آباد باشد انا همون عمل‌های نیک انا همون کارهای خیر نام شمس‌الله احدف را در میان مردم بلوچستان و بیرون از بلوچستان نیز زنده و جاوید باقی میماند. استاد شمس‌الله احدف یکی از شخصیت‌های با آب و روی همین ناحیه بودند به حد نسبت همین جوانان دستگیری خوب می‌کردند روحشون شاد بود استاد مهربان نیکی که برای مردم شمس‌الله احدف کرده است خداوند تمنا دارم که اهل بیت بار دیگر صبر بتو در حقش دعای نکنیم خدا رحمت و مغفرتش کنه این همش از تربیه و از یاردمای و همو از دستگیری شادروان استاد شمس‌الله احدف میباشد روحشان شاد بود استاد عزیز شمس‌الله احدف
سیاحت رو بسیار دوست می داشت. تمام منطقه‌های تاجیکستان رو قریبی گشته بود. سیاحت میکرد، میدید، میومد و مردم نصیحت‌ها میداد از طرز زندگی دیگر قسمت‌های ناحیه تاجیکستان رو که از کار و کردار مردم دیگر مردم ما رو آگاه میکرد. یادش بخیر که این روز در میان نیست. همین سرزمین آباد باشد، تاجیکستان آباد باشد، خدا خاندان همه مانده همه وقت توی سور باشد و خوشبختی. امین آباد.
چون ابری بهاران بگیریم و بگیریم چون ابری بهاران بگیریم و بگیریم شنیدم ناله های اپعد را شنیدم ناله های دخترد را منو چرا سیاه و شش میگیریون سفر جاگیریم کرد میزنی برون منو چرا سیاه و شش میگیریون سفر جاگیریم کرد میزنی برون منزلی ترا بینم منظور بگیریم جورایی جو در غمی تزار بگیریم منزلی ترا بینم